سوال کردن اگر وسط نماز یادمون بیاد که وضو نگرفتیم آیا میتونیم نماز رو رها بکنیم، قطع کنیم، بشکنیم؟ باید نماز رو بشکنیم، چون وضو از چیزی سر پا نشده دیگه. بله نماز بدون وضو هیچ، یعنی ذکر شما گفتید اصلا این نماز نیست. بله ما اصلا اجازه داریم نماز رو بشکنیم ولو اینکه مثلا به یک حکمه؟ ابدا. نماز وقتی اتصال شد، وقتی تکبیرات الاحرامش گفته شد، جایز نیست مگر در همچین موارد: یک، طهارت نداشته، دو، فهمید که این انسان مثلا نیت نداشته، نه اینکه نیت بوده. مثلا در لباس و مکان غصبی هم 2 رکعت نماز بدون نیت فرض میکنیم، یعنی ارکان از بین رفته باشه. چون ارکان نماز انسان حواسش هم که نباشه نماز باطل میشه. فرض بکنید تکبیرات الاحرام نگفته، زمانش هم گذشته، هنوز رکعت اول، رکعت دوم، سوم فهمید بدون تکبیر نماز خونده و بقیه رکنها. اگر اینها تو نماز منتفی شده و جای جبرانش دیگه نیست، یه وقتی من الان ایستادم این لیوان آبم بغلمه، تکبیرات الاحرام رو گفتم، میتونم الان وضو بگیرم هیئت نماز رو به هم نزنم؟ فرض بکنیم نمیشه. بنابراین نماز رو باید بشکنه، بره وضو رو بگیره و برگرده از اول تکبیرات. ممنونم. یه وقتی هم خدای نکرده کسی دچار مشکل شده، بچه افتاده، داره میره تو آشپزخونه، دستش تو چرخ گوشته، داره با پریز برق بازی میکنه، خطر جانی برای بله اینجا هم باید نماز رو شکست. اگر خانمی عذر شرعی داشته باشه و موهاش رو رنگ کنه آیا برای غسلش مشکل داره؟ رنگ ها 2 جوره. یه وقت رنگ هایی هست که مثل حنا طبیعیه به طبیعی، بله، یعنی فقط رنگ تولید میکنه، چیزی مانع درست نمیکنه، چسب نیست، مثل بعضی روغن ها و ژل ها نیست که یه ماده از خودش باقی میگذاره، فقط رنگ رو تغییر میده. اگر از این قبیل بوده باشه عرض میکنم مثل حنا، برای غسل مشکلی نداره. اما اگر نه، یک ماده ای هست، یک چیزی هست که به مو میچسبه، درست، این برای غسل اشکال داره. این ناخونی که قبل از مثلا غسل واجب گرفته بشه بعد اون ناخون بدون روح میشه یا نه؟ بعد اول غسل بکنه بعد مثلا ناخون گیری بکنه؟ نه مشکلی نداره. ناخون جزء روح دارا حساب نمیشه که غسل برش وارد بشه؟ اون مقداریش که جزء بدن حساب میشه شسته میشه، اون مقداریش که جزء بدن حساب نمیشه. یعنی فرض بکنید ناخونی که مثلا چند خارج از حد عادته، ولی احتیاطاً اون مقدار رو هم بشورن.